انقلاب اسلامی دقایقی پیش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بینندگان ارجمند و شنوندگان عزیز، توجه فرمایید. ارتش متجاوز آمریکا که در تجاوزات خود بعد از شروع رسمی مجدد جنگ از پرتاب موشک‌های کروز از شناورهای خود در اقیانوس هند بهره می‌گرفت، با پایان یافتن ذخایر موشکی ناپای مذکور روز گذشته به استفاده از هواپیماهای B-1 با پرواز از پایگاه هوایی فیرفورد انگلیس روی آورد. همانطور که مقامات وزارت امور خارجه نیز تصریح کردند، هر پایگاهی که برای تجاوز به خاک ایران استفاده شود هدف مشروع ماست. هشدار می‌دهیم بیش از این پرونده خود را سنگین نکند.